بسیار کوتاه میخوایم به همنسلا و جوانا و نوجوانای وطن یک موضوعی را اشاره بکنم و اویی است که بر رویا فروشان اعتماد نکنید. امروزه یک چیزی که بسیار زیاد بین جوانای ما شما معمول شده اویی است که یک تعداد آمدن و رویا فروش شدن. رویا فروش به معنی از این که میاین و برای جوانای ما شما میگن که بیا اینی دوره مرا بخوان یا نمیفهم اینی کورس که من تدریس میکنم میره بخوان، باز بعد از او خودت یک شبه پولدار میشی. که بر از اینا من نام رویا فروش را میتونم و معنای از این که بر شما هیچ چیز دیگه را اینا یعنی نمیفروشن، فقط رویا را براتان میفروشن. فقط بر شما یک سبک زندگی یا لایف استایل را که همگی او را به دنبالش هستن، این تو یک سبک زندگی را براتان میفروشن که در آخر روز باز شما متوجه میشین، اگر متوجه هم شوین، که پولتان را بالای یک موضوع پوچ، بالای یک موضوع میانتوهی و یک موضوعی که خالی است برای از او شما در دادین. و همیشه به یادتان داشته باشین که انگلیس ها هم میگن و ما شما بسیار یک ضرب المثل خوب در این عرصه داریم، برش میگیم که باد آورده را باد میبره. هر چیزی را که ما آسان به دست بیاریم، هر چیزی را که ما با تلاش، با کوشش، با سعی و با دستای خود ما به دست نبیاریم، با اونم قدر آسانی میتونیم او را از دست بدیم. پس به یادتان باشه که بالای ایتو آدما که امروزه بسیار زیاد شدن در هر کوچه و پس کوچه به خاطر خودشان میخواین پولدار شوند، ما و تونی بالای ایتو آدما باور نکنین و اینا رویا فروش هستن و رویا فروش ها بر شما هیچ چیز را نمیفروشن به جز رویا.